سلام، چطوری؟ خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من قراره که دوباره ولاگامو شروع کنم، ولاگ روزانمو، و اینکه امیدوارم که این کار رو انجام بدم، چون یکی از کارهای مورد علاقه‌مه ولاگ گرفتن. ولی از اون طرفم وقتی تو اون دور باطل تنبلی ولاگ گرفتن میفتی، دیگه بیرون اومدن ازش خیلی سخته. دیگه امروز گفتم هر جوری شده با هر برنامه که دارم و هر کاری که قرار انجام بدم دیگه ولاگمو بگیرم. و اینکه الانم دیگه غذامو گذاشتم که گرم بشه، غذامو بخورم و میخوام خونه رو مرتب کنم. فکر کنم مشخصه چقدر خونه بم خورده. دیگه خونه رو مرتب کنم و بعدم سریالمو ببینم و بعدشم برم پیاده روی. پس خوش اومدین به یک روز در زندگی با من. اینا رو بهتون نشون بدم. امروز بستم رسید از زارا و این گردنبندای خیلی گوگولی و خوشگلشه. فقط رنگاش خدایا، طرحاش، رنگاش خیلی خوشگلن، قشنگ تابستونی هن. خیلی دوستشون دارم. بقیم نشونتون بدم. غذام از بیرون بالا مرغ گرفتم که دیگه الان گرمش کردم که بخورم. بفرمایید. الان میخوام سریال تاسیان نگاه کنم. تاسیان ندیدم، قسمت جدیدش رو من ببینم و غذا رو بخورم. ظرفا تمام. بریم سراغ بقیه کارا.
آشغالا رو ببرم بیرون. ما کلا کارهای خونمون رو تقسیم بندی کردیم، یعنی چجوری نوبتی کردیم. یعنی یه هفته من کارا رو انجام میدم، یه هفته همسرم کارا رو انجام میده. البته جز ظرف شستن کلا گفتم که من انجام میدم. یه ذره روی شستن اینا حساسم، باید اونجوری که خودم میخوام شسته بشه. دیگه اینکه حدود یک هفته هم هست که من کمرم گرفته بود، به خاطر همین از زیر کارا در رفتم. ولی دیگه الان نوبت منه و دیگه گفتم گناه داره خودم آشغالا رو میبرم، چون که هفته منه دیگه، من با کار رو انجام بدم. و اینکه الانم برم آشغالا رو بذارم بیرون. و یه خونه تمیز چی نیاز داره گفتید؟ گل. برم یه گل بگیرم و تمیزی خونه تکمیل بشه. امیدوارم گل تازه داشته باشم الان این ساعت. بریم. بریم گل بخریم. بعد از این همه تمیزکاری اینجا نوبت چیه؟ یه قهوه که خستگی رو ببره. واقعا کار خونه یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. من که به شخص حاضرم ساعتها بیرون از خونه کار کنم ولی کارهای خونه رو انجام ندم. خیلی انرژی بره، خیلی کار سختیه. واقعا خدا قوت به همه کسایی که این کار رو انجام میدن. یه قهوه رو بخورم، یه ذره استراحت کنم، بعد دوش بگیرم و بعد برم پیاده روی. دسرم رو درست کنم. یه دسر
خوشمزه و خوب، تقریبا سالم، که بعد از پیاده که میام دلم یه چیز شیرین خواست اینو بخورم. 2 موز نیاز داریم، پودر کاکائو و یه کمی هم عسل. اینا رو با هم دیگه میکس میکنیم، میذاریم یخچال و میشه یه موز شکلاتی خیلی خوشمزه. پس بریم درستش کنیم. خب به این صورت میشه که الان میذارم یخچال ذره خودشو بگیره و اینجا مسیر پیاده روی هر روز منه که این مسیر رو تا ته میرم، یعنی پارک رو تا ته میرم، دوباره برمیگردم و میرم داخل یه فیلد اینجا هست، میرم اونجا و اونجا قدم میزنم و دوباره دور میزنم و میام تو خیابون اصلی. حالا بریم بهتون نشون میدم چجوریه. خب این مسیری که گفتم میریم داخل فیلد، از این قسمت پارک میریم که خیلی هم قشنگه اینجا. من بیشتر اکثر روزا دم غروب میام که غروب ببینم. امروز یه کوچولو زود اومدم ولی شاید موندم و غروبم ببینم. مسیر رو میام و میرسم به اینجا. اینجا هم ببینید. غروبم فکر کنم کم کم داره غروبم میشه و میتونیم ببینیم. اینم مسیری که اومدم. خلاصه که اینجا خیلی قشنگه. این مسیری که میرم پیاده روی خیلی مسیر رو دوست دارم چون که آرومم هست، برای پیاده روی خیلی خوبه. یکی از کارهایی که به روتینم اضافه کردم همین پیاده روی روزانه است. یعنی جوری روتینم شده که حتی اگه خسته‌ام باشم، حتی هزار تا کارم داشته باشم، ولی حتما پیاده رویمو میام. مخصوصا پیاده روی بعد از ظهر، یعنی دم غروب، چون که یه انرژی خیلی خوبی بهت میده و تو طبیعت بودن کلا آدمو فرش میکنه. خیلی خوبه واقعا. اگه شما هم این کار انجام نمیدین حتما انجامش بدین، بذارین توی روتینتون. واقعا همه قشنگی رو میبینم دلم میخواد جیغ بکشم. واقعا زیباست طبیعت. حتما از طبیعت استفاده کنین، حتما بذارین توی روتینتون پیاده روی. بعد پیاده روی خیلی طولانی هم اگه حوصلتون نمیشه، ولی پیاده روی رو حتما بذارین توی برنامه‌تون، مخصوصا پیاده روی دم غروب، چون که اصلا روزتون رو میسازه. حتی اگه روز بدی داشتید، حتی اگه روز کسل کننده‌ای بوده، اون پیاده روی دم غروب اصلا یه انرژی 10 برابر بهتون برمیگردونه. و اینکه کلا طبیعت به نظر من از خیلی جهات شفا دهنده است. خب اینم مسیر پیاده روی من. از اونجا اومدم به این صورت دور زدم
و حالا از این ور میریم که برسیم به خیابون اصلی. خب هم مسیری که دیگه میخوره به خیابون اصلی و بریم به سمت خونه. من عاشق این خونه هستم. صاحبش هم یه پیرمرد گوگولیه که میاد گلا رو اینجا خوشگل میکنه. خیلی با سلیقه است. خب اینم از پیاده روی. خیلی پیاده روی خوبی بود، کیف داد. و الان نوبت دسری که درست کردم. البته من کلش رو نمیخورم، کلش 237 کالری داره، از چت جی پی تی پرسیدم، ولی من نصفش رو میخورم. یه میان وعده و دسر رژیمی خوبیه که دوست داشتین درست کنید و طعمش هم خوبه دیگه. به خب برای شامم سالاد میخوام درست کنم که کاهو و زیتون و سیب و الانم بهش یه ذره پنیر موزارلا اضافه میکنم و سالاد مورد علاقه من درست میشه.